سلام، چطورین بچه‌ها؟ خوبین؟ امیدوارم حال همگیتون خیلی 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 خوب باشه. بچه‌ها اومدم امروز معرفی بهتون بکنم، یه معرفی خیلی خوب و کارآمد برای افرادی که اینجا بیزنس دارن. کسی که اینجا هستن میدونن که چیزی که خیلی خیلی مهمه اینه که گوگل ریویو های خیلی خوبی داشته باشید. و نمیدونم برای شما پیش اومده یا نه، ولی برای خود من خیلی پیش اومده که یه جایی رفتم از یه خدماتی استفاده کردم، حالا میخواد دندون پزشکی باشه، میخواد آرایشگاه باشه، مرکز زیبایی باشه، فرقی نمیکنه، حتی قنادی باشه و خب خیلی از خدماتشون هم لذت بردم، خیلی هم دوست داشتم، اما با خودم هم گفتم که یادم باشه که براش ریویو بذارم حتما، چون واقعا لیاقتشو داره، ولی فراموش کردم. این اتفاق واسه خیلی ها میفته. میدونم که خیلی ها هستن مثل من که دوست دارن ریویوهای خوب برای بقیه بذارن، ولی ممکنه که تو اون لحظه اصلا یادشون باشه ولی بعدن یادشون بره. حالا این نرم افزاری که من میخوام به شما معرفی بکنم کمک میکنه برای بیزنس های خودتون که در واقع ریویوهای خوب و 5 ستاره بگیرید از مشتری های خودتون. این ریویو فیک نیستش، ریویوهای 5 ستاره و عالیه از مشتری های خود. حالا به چه صورت؟ شما وقتی این سایت استفاده میکنید برای اینکه با مشتریاتون ارتباط بگیرید، اولی که مشتریتون رو در واقع ریجستر میکنید توش، یه پیام خوش آمدگویی به مشتری شما فرستاده میشه. بعد حالا شما میتونید اپوینتمنت باهاش ست بکنید، میتونید عکس بفرستید براشون، میتونید پروموشناتون رو بهشون اعلام بکنید و زمانی که میان در واقع از خدمات شما استفاده میکنن، این اپلیکیشن به صورت اتومات براشون در واقع درخواست ریویو میفرسته که خب حالا که اومدید از خدمات ما استفاده کردید، حالا که اومدید از رستوران ما دیدن کردین، حالا که اومدین کیک خوشمزه ما رو خوردین، حالا که اومدین پیش دکتر دندونه خوشگلتون رو درست کردین، حالا که اومدین پیش ما لیزر انجام دادین، حالا هر چی که شما میتونید فکر بکنید، رستوران ما اومدین، کافه ما اومدین، هر چی، هر بیزنسی که روی گوگل مپ در واقع هستش. حالا که تشریف آوردین نظرتون رو بگین، نظرشون رو که اگر بگن و 5 ستاره باشه میره در واقع ثبت میشه. اگر نظر بد بخوام بدن، این نظرها رو فیلتر میکنه و تماما نظرهای 5 ستاره، ریویوهای 5 ستاره رو میفرسته روی گوگل. اگر تنبلی کنن و ریویو ننویسن، دوباره بهشون ریمایندر میده که شما اومدی اینجا استفاده کردی از این خدمات، راضی بودی، خوشحال بودی، خوب ریویو تو بنویس. و اینجوری میشه که کسایی که مثل من تنبل هستن توی ریویو نوشتن قصر نمیتونن در برن و ریویوشون مینویسن. شما به این حال در واقع به این صورت با این کار، با استفاده از این نرم افزار، کلی ریویو خوب 5 ستاره از مشتریای خودتون به دست میارین. با زحمتی که در واقع خودتون کشیدین نظر واقعی اونها رو هم میگیرید. اینجوری کلی به SEO در واقع بیزنس شما کمک میشه، چون سرعت گرفتن ریویوهای خوبتون میره بالا، رنکینگ اون بیزنس میره بالاتر و زمانی که دیگه سرچ میکنن، مثلا شما بیکری داری، یه نفر مثل من سرچ میکنه بیکری، اسم شما میاد اول لیست. ممکنه 100 تا بیکری دیگه باشه، اما شما چون رنکینگت رفته بالا، چون ریویوهات خوب هستش، تو گوگل مپ میای اول لیست. بارها شد خود من چیزای مختلف سرچ کردم ولی اصلا به اون چیزایی که پایین تر بوده نگاه نکردم. آنوشبا سرچ کردم، اون ستای بالا رو نگاه کردم، چهارتای بالا رو نگاه کردم. بیکری میخواستم، گل فروشی میخواستم، خدمات لیزر میخواستم، فیشال میخواستم، فرق نمیکنه. اون چیزایی که نمیدونستم و رفتم گوگل کردم، همونایی که اول اومده میدونستم کسایی هستن که خب ریویوهای خوبی دارن، ستاره هاشون بیشتره و به همونا اعتماد کردم. اینجوری شما میشین همون اولیا. برای همین اگر هر بیزنسی دارین که میتونید در واقع اطلاعات اولیه مشتریتون رو ثبت بکنید، مثلا مکدونالد نیستین، شما مطب دارین، مرکز زیبایی دارین، نونوایی داری، بیکری داری، هر چی فرقی نمیکنه. شما هر بیزنسی داری که میتونی با مشتریت ارتباط برقرار کنی، این سایت، این نرم افزار کلی میتونه بهتون کمک بکنه واسه پیشرفت بیشتر، واسه کاستومر سرویس بهتر، اعتماد سازی و اعتبار سازی بیشتر. و در نهایت این که من 50% تخفیف گرفتم براتون برای اولین ماهی که در واقع میخواین از این سرویس استفاده بکنین. 3 مدل مختلف دارن، فرق نمیکنه شما کدوم رو بگیرید.
هر کدوم رو بگیرید 50% میتونید آف بگیرید با در واقع کد الهام و سابسکرایبشنشون آنلیمیتد هستش و هر زمان بخواید میتونید که در واقع آن سابسکرایب بکنید. جدا از همه اینا اگر این سرویس رو گرفتید، این نرم افزار رو گرفتید، استفاده کردید و راضی نبودین 100% پولتون رو بهتون پس میدم. دیگه چی؟ دیگه قربونتون برم. مواظب خودتون باشید. امیدوارم که معرفی بسیار بسیار مفیدی باشه و همتون رو در صدر جدول ببینم. دوستتون دارم. خداحافظ.